سلام و درود به یک جلسه دیگه از آموزش آنریل انجین خوش اومدید. در این جلسه میخوایم با هم آبجکت های خودمون رو عوض کنیم و با یک یا دو سه هر چند تا آبجکت دیگه که میخوایم بتونیم اینا رو جایگذاری کنیم. برای این کار من تمام آبجکت های خودم رو در یک گوشه جداگانه قرار دادم و میام یک از طریق دیتا اسمیس و یک گروه آبجکت رو هم دوباره به صفحه خودم وارد میکنم. حتما باید توجه داشته باشید که در نرم افزار مکس جایگذاریش رو دقیق انجام بدید و البته تا حدودی هم در اینجا میتونید کنترل بکنید، ولی بهتره که در نرم افزار مدل سازی خوب جای خودشون قرار گرفته باشه. من تمام این موارد رو انتخاب میکنم، یکم جاگذاریش رو در این قسمت تنظیم میکنم. اوکی، مواردی هم که متریالیش رو نمیتونه شناسایی بکنه میتونید از این قسمت، حالا یکم بد دیده نشه، میتونیم از این قسمت یه همچین متریال هایی با هم اضافه کنیم یا حتی متریال خودش که اوکی. برای اینکه ما آبجکت و یه موردم که بگم اینا رو هم من دوباره انتخاب میکنم و تماما میذارم داخل یک گوشه‌ای به نام قرار میدم در این قسمت و الان راحت میتونم هر کدوم رو میخواستم فعال و غیر فعال بود. الان برای اینکه بتونیم به راحتی آبجکت های خودمون رو در آنریل انجین عوض کنیم، من میام اول یک اکتور انتخاب میکنم و یک اکتور رو میارم به فضای خودم. اگر دیده نشه میتونید کلید تی رو بزنیم و به راحتی میتونید این رو ببینید. برای اینکه بتونیم آبجکت های خودمون رو، من دوباره میام به این قسمت و یه موردی هم که توجه کنیم برای اینکه ما آبجکت های خودمون رو قابل تغییر بکنیم، اول باید زیر مجموعه یک اکتور بکنیم. الان من اینا نمیشه انتخاب کرد، گروه ها قابل انتقال نیستن که به صورت نقطه هم در آنریل دیده میشم. من میام از این قسمت جاهایی که گروه نداره انتخاب میکنم و حتما باید روی موبیلبل باشه. اگر روی موبیلبل نباشه، من بخوام اگر اتچ کنم ببینیم که اکتور من رو نمایش نمیده، اکتوری که ایجاد کردم و نمایش نمیده. ولی من میام روی موبیلبل قرار میدم و اکتوری که ساختم اسمش اکتور 2 هست و حتی میتونم اسمش رو هم عوض کنم، مثلا آبجکت 1 و یا خب میام دوباره به این قسمت همش رو که انتخاب کردم، میام از قسمت اتچ و سعی کنیم به اختصار بنویسیم که راحت بتونیم در این مواقع انتخاب بکنیم. من اگر به اکتور خودم اتچ بکنم، الان میبینیم که با تغییر اکتور خودم به راحتی میتونم اینها رو هم تغییر بدم و حتی اگه این آبجکت خودم رو هیدینگ کنم میبینیم که اینا هم هاید شده و بعد اینکه اسمش رو عوض کردم میام و انتقال میدم به آبجکت 2 و
الان من این رو هایت میکنم و آبجکت 1 رو فعال میکنم و همین مراحل رو دوباره براش در نظر میگیریم. اول یک اکتوری رو وارد فضای خودم میکنم، F2 رو میزنم و آبجکت 1 و الان میام از توشه آبجکت 1 کلشون رو انتخاب میکنم و نگاه کنیم که فقط گروه ها رو انتخاب نکنیم و attach to در حالت موویلبل هست و روی آبجکت 1 انتقال میدم به آبجکت 1 و چک میکنم و درست است. برای اینکه راحت بتونیم اینها رو ببینیم من میام به وریانت خودم رو باز میکنم، میرم صفحه بلوپرینت وریانت و یک وریانت جدید باز میکنم به نام F2 آبجکت و یک وریانت از حالت F2 OB1 و الان برای این قسمت من باید بیام اکتور 1 و اکتور 2 خودم رو قرار بدم. اکتور 2 من هم در این قسمت قرار بدم. میارم آبجکت 1 و آبجکت 2 من رو قرار میدم و به هر دوی اینها میام گزینه ویزیبل رو فعال میکنم. سلکت و الان میام یه دونه کپی از این میگیرم، کنترل دی و اسمش رو میذارم آبجکت 2. الان در گزینه اول من میام اولی رو فعال نگه میدارم و تیک دومی رو بردارم و برعکسش رو در دومی میکنم. تیک اولی رو برمیدارم و میذارم تیک دومی در اینجا برم. الان میبینیم که و اگر دیده نشد احتمالا به خاطر اینی که در این قسمت هاید کرد و الان میبینیم که خیلی راحت در این قسمت میتونیم اینها رو عوض کنیم و حتی عکسی هم خواستیم مثل حالتهای قبل میام من این قسمت و set from the viewport رو میزن. اوکی، الان باید به این قسمت یک صفحه رو طراحی کنیم که بتونیم از طریق اون آبجکت های خودمون رو عوض کنیم. پس میام به قسمت کانتنت وارد آبجکت میشم. در این قسمت میام یوزر اینترفیس و ویجت بلوپرینت رو انتخاب میکنم. یوزر ویجت و OB ویجت. اوکی، من میام در این قسمت اول مثل همیشه پنل خودم رو ایجاد میکنم و اندازه پنلمون و سپس میایم دکمه‌های خودمون رو ایجاد میکنیم. اندازه‌ای که براش من در نظر میگیرم 200 در 50 هست. حالا اینا رو خودتون میتونیم به صورت خیلی دقیق‌تر تنظیم کنید. یک کنترل دی میزنم تا یک کپی برای من بده. اوکی،
میام به این قسمت و فکر کنم بهتره که یکم هم فاصلهشون کمتر باشه و اوکی. این بار من میام از رنگ آبجکت را استفاده میکنم. من چیکارش میکنم و وارد این قسمت میشم و میگم که در حالت اولی از رنگ آبجکت خودم استفاده میکنم. میام به این قسمت تیم و با توسط قطر چکان میتونم یک رنگ و حتی میتونم کمی روشن‌تر بکنم. اوکی. و برای این هم میام به آبجکت دوم و یک رنگ قهوه‌ای رو خودم مد نظر قرار میدم. به بیانگر حالت رنگ مید ناهارخوری خودم میشه. و از این قسمت میتونیم یک تکست رو هم در نظر بگیریم و یا بلوتن میکنم. میام قسمت تکست بلاک اوکی بزرگتر میکنم و یه هم فونتش رو کوچیک‌تر میکنم که با این همخوانی داشته باشه. و یا حتی میتونم مابین این دوتا قرار بدم. سعی میکنم و در وسط بشه. و حتی با ارکی ها هم میتونیم تنظیم بکنیم که محدوده بهتری رو براش در نظر بگیریم. اوکی. کامپایل میکنم و ادامه این مرحله رو نگه میدارم برای قسمت بعدی. خب من الان میخوام بگم یک محدوده‌ای برای خودم تعریف کنم که وقتی به این قسمت مثلا رسید صفحه‌ای که طراحی کردم نمایش داده بشه و بتونم آبجکت خودم رو عوض کنم. میام از این قسمت کیار رو میزنم و تایگر باکس رو ایجاد میکنم. در مواردی همچنینی که ما به بلوپرینت نمیتونیم تبدیل بکنیم مثل در یا کف، میایم از تایگر باکس استفاده میکنیم. از حالت تایگر باکس میتونیم استفاده کنیم و به راحتی میتونم اندازش رو تنظیم کنم و محدودش رو هم مشخص میکنم و سعی میکنم که با حالتهای قبلی من کنتاکتی نداشته باشیم. و اوکی فکر کنم در این قسمت برای من بهتر بشه. و کد نویسی خودم رو من میام از این قسمت استفاده میکنم. و این قسمت میام به حالت بلوپرینت و اوپن لول بلوپرینت رو باز میکنم. همونطور که میبینید مثل اینو من برای لایت نوشته بودم، لایت دیجیت که از این قسمت هست و مثل حالتهای قبلی هست که من میام کلیک راست میکنم و از این قسمت بگیم اوورلپ رو دوباره استفاده میکنم و یک کلیک راستم میکنم کالیژن و اند اوورلپ. مثل حالتهای قبلی میتونم استفاده کنم و حتی میتونم از این قسمت هم کپی خودم رو بگیرم و با یک تفاوت. اول من میام ماوس خودم رو
اول من میام ماکس کدم رو میارم به این قسمت و وصل میکنم به این و از این قسمت میام first person. خب از این قسمت الان من میام معرفی میکنم که در این قسمت اول ماوس من فعال بشه. در مرحله دوم کاراکتر خودم رو مشخص میکنم که وقتی اوورلپ داشت برای من روی دیجیت خودم رو نمایش بده. روی create دیجیت رو فعال میکنم. از این قسمت کلاسش رو تعیین میکنم object widget و همینطور میام یک وریانت میسازم. تو وریانتم object رو می‌نویسم و حالتش رو میذارم به object widget رو در این قسمت هم تعریف میکنم تا بتونم این رو به صورت get به صورت set بیارم و بعد اینکه به صورت set آوردم بیام add to viewport رو فعال بکنم و مثل دفعه پیش بیام object رو به صورت get بیارم به این قسمت و برای این قسمت هم get wire کنترل رو نیاز دارم که این رو اضافه میکنم و فکر کنم چیز دیگه در این قسمت نمیده. اوکی، من وقتی به این قسمت اومدم میبینید که صفحه خودم رو تونستم نمایش بده و میام از این قسمت کپی میگیرم میام به این قسمت در کنترل دی میارم اینتا اضافه میکنم به این قسمت تنظیمات لازم رو انجام میدم به پلیر وصل میکنم و از این قسمت remove from parent رو انتخاب میکنم. فکر کنم و این رو هم باید اضافه کنم. الان کامپایل میکنم وقتی که نزدیک میشم ماوس من فعال میشه ولی میبینین که ماوس من همچنان فعاله به خاطر اینکه تیک این قسمت رو باید بردارم. الان کامپایل میکنم و این قسمت من اوکی هست. الان میریم که از این قسمت تمام و الان که وقتی آبجکت من به این قسمت میاد و صفحه‌ای که طراحی کردیم ظاهر میشه و راحت میتونیم ادامه این بخش رو انجام بدیم که میام به این قسمت آنکلیک رو میزنم و دوباره میرم حالت دیزاین دوباره این قسمت و آنکلیک رو میزنم و الان مثل دفعه قبل میام از حالت ایونت کنترل استفاده میکنم میگم که get all
اکتور آف کلاس رو انتخاب میکنم و کلاسش رو میذارم روی لول وریانت و از این قسمت که کپی رو انتخاب میکنم و از این قسمت promote to variable و obi variable و این رو هم اضافه میکنیم به این قسمت. و الان این رو به حالت get وارد صفحه خودم میکنم و سویچ رو میزنم، سویچ by name میارم بالاتر و تماما چک میکنم که درست باشه و میام از قسمت بلوپرینت وریانتم رو باز میکنم و این موارد رو داخل این ها می‌نویسم OB1 OB2 OB. من از این یک کنترل بعد این وقتی که در حالت انتخاب هست میام یک کنترل دی میزنم، تارگت رو وصل میکنم، میام به این قسمت وصل میکنم و OB1 OB2 رو میزنم. اینا تنظیم میکنم، کامپلیت سیو و حتما وریانت رو داخل صحنه خودتون بکنی و بعدش اینی که به راحتی تایید و وقتی خارج میشم این هم خارج میشه و کرک خودم رو میتونم تغییر بدم، آبجکت خودم رو میتونم تغییر بدم و در جلسه بعد هم میتونیم کلاها رو روشفر یا امیدوارم که این جلسه هم خوشتون اومده باشه. تا یک جلسه دیگر خدا یارو نگهداری کنه.